واقعا میتونیم با یه دونه تلفن همراه بدون داشتن سرمایه اولیه پول در بیاریم؟ اگه میشه چه کارهایی هستش که میتونیم انجام بدیم؟ امروز میخوام بهتون چند تا کار پیشنهاد بدم که فقط با داشتن یه دونه موبایل میتونید اون کارها رو انجام بدید و از طریقش به درآمد برسید. اسم من سپهر رؤوفیه. کار من تولید محتوا راجع به مشاغله، بررسیشون میکنم و پیشنهاد شغلی میدم، مقایسه میکنم و کلا جمع شدیم دور هم دیگه تا پول در بیاریم. اگر به این جور سبک محتوا علاقه دارید ممنون میشم کانال منو سابسکرایب کنید، زنگوله نوتیفیکیشن هم بزنید که هر وقت ویدیوی جدید گذاشتم مطلع بشید. اگه یه خورده میبینید بی‌حالم، این یکی دو روز کسالتی داشتم که مریض شدم، دیگه بزرگی خودتون ببخشید. و یه نکته دیگه، بچه‌ها دمتون گرم 400 تا رو رد کردید. دیگه ان شاءالله استارت قوی رو زدم که بریم برای 1000 تایی شدن و کلی اتفاق خوب. بریم سراغ ویدیو. این سوال برای خیلی از ما پیش اومده که واقعا میتونیم با این موبایل پول در بیاریم؟ باید بهتون بگم که بله میشه، خیلی راحت هم میتونید این کار رو انجام بدید، اما باید راه درستی رو انتخاب بکنید. چه امکاناتی نیاز داریم برای این کار؟ با توجه به اون حالا نوع فعالیتی که شما میخواید انجام بدید خیلی متفاوته، ولی تمام این کارها اون تلفن همراه رو باید داشته باشید و اینترنت. حالا یه سریاشون باید یه سری تخصصا رو داشته باشید، حالا مثلا این سری آیتمای دیگه که حالا خیلی هم سخت و پیچیده نیست، جلوتر بهتون میگم و معرفی میکنم. مورد اول، ادمین اینستاگرام. من توی چندین ویدیو راجع به این شغل صحبت کردم و خیلی مواقع یه سری توضیحات راجع بهش دادم. این شغل روز به روز در حال گسترشه و خیلی بازار داغی داره، کار براش زیاده و خوراک دانشجوها و حالا نوجوانها هستش که میتونن این کار رو انجام بدن. باید چه چیزهایی رو بلد باشید؟ یک، آشنایی با اصول تولید محتوای با کیفیت و جذابه، یعنی بدونی که چی ترنده، بدونی که مثلا چه محتوایی رو الان باید بسازی. مورد بعدی، تسلط نسبی باید به زبان انگلیسی داشته باشید. و مورد بعدی هم که باید بلد باشید با برنامه‌های موبایل کار بکنید، مثلا با اینشات بلد باشید کار بکنید، با پیکس آرت بلد باشید کار بکنید. درآمد این کارم اگه یه دونه پیج داشته باشید، حداقل 2 میلیون تا 5 میلیون تومان میتونید در ماه دریافت بکنید. حالا اگر مثلا 3 تا پیج رو همزمان داشته باشید، تا ماهی 15-20 میلیون تومان هم میتونید از طریق این کار پول در بیارید. کار بعدی، کسب درآمد از طریق تبلیغات تو اینستاگرام. بچه‌ها چجوری میتونید این کار رو انجام بدید؟ باید یه پیج قوی داشته باشید که حالا بازدیدهای روزانه‌تون خیلی بالا باشه و بتونید مثلا چند تا تبلیغ رو تو طول شبانه روز تو پیجتون بذارید. اصلا مهم نیست پیجتون تو چه زمینه‌ای فعالیت داره، اگه فقط به نیت این می‌خوای وارد این اینستا بشی که تبلیغات مثلا بخوای انجام بدی، میتونی یه پیج بذاری که مثلا فقط ویدیوهای خنده‌دار بذاری، میتونی یه پیج بسازی که چه میدونم موزیک ویدیوها رو بذاری توش، یه پیج بسازی که یه سری کار دستی درست می‌کنن مثلا اونا رو بذاری. اصلا فعالیتتون مهم نیستش، مهمترین چیز اینه که بتونید فالوور بگیرید و ویو بگیرید و مهمم نیست خودتون جلو دوربین باشید یا نباشید. اینم مثل حالا گزینه قبل، باید تولید محتوا رو بلد باشید، ادیت زدن رو باید بلد باشید، قوانین کپی رایت اینستاگرام رو باید بلد باشید، هر موزیکی رو نندازید یا کپی رایت میخوره اصلا یه نوتیفیکیشن براتون میاد اصلا ویدیوتون هیچ کس نمیتونه ببینه. کار بعدی، واسطه‌گریه. نیازی به هیچ تخصصی نداره، فقط باید چرب زبان باشید و پیگیر. خب خیلی هستن که توی اینترنت دارن میگردن دنبال یه سری افراد متخصص که کارشون رو انجام بده. شما این وسط چی کار میکنی؟ میری افراد متخصص رو پیدا میکنی، این ورم میری اون کسایی که به این افراد متخصص نیاز دارن رو پیدا میکنی. این دوتا رو به هم کانکتشون میکنی، مستقیم نه. ناکن این شد افرادی که نیاز دارن به اون متخصصا. این وسط هم شما، این دوتا مستقیما با شما در ارتباطن. پروژه رو از این میگیری و در نهایت به کسی که پروژه رو نیاز داره میرسونی. حالا میتونید با اون افراد متخصص، شما معمولا شما پروژه زیاد دارید، صحبت بکنید، با شما قیمت پایینتری حساب بکنن. برای هر پروژه حالا با توجه به اون کاری که حالا طرف سفارش داده یه استودیو میگیرید و به افرادی که نیاز داشتن میرسونید. میتونه پروژه‌های مختلفی باشه، تایپ باشه، مثلا ادیت در فتوشاپ باشه، نمیدونم پریمیر باشه، پروژه اتوکد باشه، هر نوع فعالیتی میتونه باشه. درآمدش هم خیلی میتونه متفاوت باشه، ولی اگه رو دور بیافتید و خیلی خفن بتونید این کار رو بکنید، راحت ماهی 20 میلیون تومان رو میتونید از طریق این کار در بیارید. مورد بعدی، همکاری در فروشه که میتونید با یک سری از سایت ها کار بکنید. من یه ویدیو کامل راجبش ساختم که لینکش میاد این بالا. مثلا با یه سری سایت ها میتونید کار بکنید مثل دیجیکالا. خیلی مختصر و مفید بهتون میگم کارتون چیه. شما یک سری محصولات و خدماتی رو تبلیغش رو انجام میدید، حالا توی سایتتون، توی پیجتون و کلا در
معرض دید افراد مختلف قرار میدید. حالا افرادی که میان روی اون لینکی که شما قرار دادید کلیک میکنن، مستقیما مثلا وارد سایت دیجیکالا میشن و یه خریدی انجام میدن. حالا دیجیکالا یه پورسانتی بابت این خرید به شما میده. بازم میگم حالا اگر خواستید اطلاعات بیشتری راجع به این موضوع داشته باشید برید اون ویدیو رو نگاه بکنید. شغل بعدی خرید و فروش پیج‌های اینستاگرامه. بازارش بسیار بازار داغیه، اما خیلی باید حواستون باشه که پیج‌های فیک نگیرید و کلا باید پیج رو بگیرید که درست حسابی باشه و مشکل نداشته باشه. چون عموم افراد، کسایی که حالا میخوان یه پیجی رو بزنن، مثلا طرف برای بیزنسش میخواد بیاد یه پیجی رو شروع بکنه، خیلی از افراد حاضر نیستن بخوان از صفر شروع بکنن و میخوان بیان یه پیجی رو بخرن. حالا اینجا شما میتونید این کار رو انجام بدید، یا خودتون یه سری پیج‌ها رو شروع بکنید، فعالیت بیارید بالا، یا نه یه سری پیج‌ها رو این دست اون دست بکنید و بخرید و بفروشید و پول به جیبتون بزنید. مورد بعدی عکاسی با موبایله. تمام افراد که دوربین عکاسی ندارن، خیلی‌ها برای تولید محتواشون با موبایل دارن این کار رو انجام میدن. شما میتونید یه پیج بزنید و شروع بکنید به فعالیت کردن راجع به اینکه چجوری با موبایل عکاسی بکنیم، چجوری فیلمبرداری بکنیم، چجوری ادیت بزنیم. خیلی موضوع جذابیه و میطلبه بخواید این کار رو الان انجام بدید. البته باید موبایلی که دارید ازش استفاده میکنید دوربینش کیفیت نسبتا خوبی رو داشته باشه که الان هم اکثرا تمام موبایل‌هایی که دست افراد هستش خداییش کیفیت دوربینشون خوبه. در مجموع مشاغلی که الان بهتون پیشنهاد دادم، مشاغلی که درخواست براش زیاده و مشاغل ترند و جذابیه و میتونید از طریقش پولای بسیار خوبی رو به دست بیارید، اما باید خیلی تحقیق بکنید راجع بهش، رو اصول برید جلو و خیلی قدماتون آهسته بردارید تا بتونید به اون نتیجه مطلوبتون برسید. باز هم ببخشید اگه بیحال بودم، اصلا نمیدونم این چمه، این یک دو روزه کلا خیلی به هم ریختم و بازم دمتون گرم برای حمایت‌های خیلی خفنی که دارید از من میکنید. برای حمایت کردن از من لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید، زنگوله نوتیفیکیشن هم بزنید که هر وقت ویدیو جدید گذاشتم مطلع بشید. عاشق شغلت باش، از زندگی لذت ببر.